أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در آیات گذشته این مطلب خوانده شد که مشرکان و قریش مکه آیه‌ای می‌خواستند، معجزه‌ای می‌خواستند که دلخواه اونها باشد. میگفتند که اون معجزه‌ای که ما می‌خواهیم، اون معجزه‌ای که ما میگیم نشان بده، ما ببینیم. خواندیم که قل انما الآیات عند الله. اولا که معجزات به دست الله است، به دست پیغمبران نیست. دوما و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. شما چی میدونید که معجزه که بیاد هم ایمان نمی آورند، معجزه که بیاد هم ایمان نمی آورند. حال در این آیه مبارکه ولو اننا نزلنا اناد اون کفار است، ضد اون کفار است. بیان اناد، بیان ضد، که اونطوری که آنان میگن اگر ما ملائکه بیاریم، ملائکه به جای خود مردها از قبر بلند شوند و با اینها صحبت کنند، هر چیزی که در گذشته همه را ما حشر کنیم، همه را روبرو ببینند، باز هم اینا ایمان نمی آورند، چون ایمان مقدر اینها نیست. اینها بر عناد خودشون استوارند. الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد، یعنی قدرت خدای عزوجل. چیزی دیگه هست که خدای تعالی با قدرت خودش بخواد ایمان بیارن، و الا اینها با هر آیه، هر معجزه‌ای که شما برایشون بیارید ایمان نمی آورند. بس اینجا بیان چی هست؟ بیان عناد هست. تفصیل اذا جاءت لا یؤمنون هست. الله می فرماید ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما نازل کنیم به سوی آنان ملائکه را، که ملائکه بیاند همونطور که اونها خواستند، و کلمهم الموتى، و مردها با آنان صحبت کنند، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، و اگر ما حشر کنیم، از قبرها بلند کنیم هر چیز را قبولا، یعنی روبروشون همه چیز را قرار بدیم، همه چیزهایی که میخواهند ببینند، باز هم ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله، آنان ایمان نمی آورند مگر اینکه خدا بخواهد. خدا قدرتش را استعمال کنه اون چیز دیگه هست، ولی خدا این کار را نمی کنه. خدا ایمان جبری نمی خواد. ولكن اکثرهم یجهلون، اما اکثرشان نمی دانند. آیات خدا را می بینند، دلائل می بینند، باز هم اونها ایمان نمی آورند.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. الله می فرماید همچنین ما قرار دادیم برای هر پیغمبری دشمنانی که از شیاطین جن و انس هستند. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. این شیاطین به همدیگه وسوسه میکنند. وحی به معنی وسوسه هست. به همدیگه وسوسه میکنن بعضیشان به بعضی. زخرف القول، سخنان زخرف یا کلام مزخرف، همون کلامی را میگویند که ظاهرش ملمع هست، زیبا هست، تهش درونش خوب نیست. اینجا مراد از زخرف القول یعنی باطل، سخنان باطل، سخنان بیهوده. شیاطین به همدیگه سخنان باطل وسوسه میکنن. چرا؟ غرورن. این علت یوهی هست، چون همدیگر را فریب میدهند. فریب دهنده همدیگه هستند. ولو شاء ربک ما فعلوا. اگر خدا میخواست این نمی کردند، یعنی وسوسه نمی کردند، ایحا همدیگر را وحی نمی کردند. اما ولکن لیبلوهم هست، خدا میخواد آنها را امتحان کند. فذرهم و ما یفترون. آنان را بذار با افترایشان، افترایی که درباره دین میکنند، آنچه که درباره دین ایجاد میکنند با اون بذار آنها را. ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الله تعالی می فرماید که ولتصغى این عطف است بر غرورا. غرور علت اول یوهی هست. اینها که به همدیگر وسوسه می کنند هدفشون چی هست؟ هدف فریب دادن. علت اول غرورن شما بنویسید، غرورن بنویسید، علت اول یوهی هست. ولتصغى علت دوم یوهی هست. یعنی اینها همدیگر را وسوسه میکنند تا فریب دهند و دیگه ولتصغى الیه، تا که تمایل ایجاد کنند دل اونایی که ایمان نیاوردند. تمایل به چی؟ به کفر، به شرک. نمیخوام به طرف ایمان بیایند. ولتصغى الیه، تا که کج بشه، یعنی مایل بشه به سوی همان وسوسه، به سوی همون ایحا. افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة، دل کسانی که ایمان به آخرت ندارند، تا که دلشون به سوی همون وساوس تمایل پیدا کند. ولیرضوه، تا همون را بپسندند. ولیقترفوا ما هم مقترفون، تا که کسب کنند اون چه که کسب میکنند، انجام بدن اون چه که انجام میدن. خلاصه تفسیر اینه که شیاطین به همدیگه وحی میکنند، یعنی به همدیگه وسواس میکنند، همدیگر را فریب میدهند، وسواس میکنند. چرا؟ غرورن مفعول له هست، به خاطر فریب دادن. و دیگه وسواس میکنن به خاطر لتصغى الیه افئدة الذین، به خاطر اینکه دل کسانی که کفر کردند، ایمان نیاوردند، به اون سمت و سو متمایل بشه، به طرف ایمان تمایلی پیدا نکند، تا که بروند به طرف کفر. الله می فرماید افغیر الله ابتغی، آیا غیر از خداوند من برای شما داور بیاورم؟ این آیه در پاسخ مشرکان نازل شد. مشرکان مکه از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم درخواست کردند که من و شما یکی از علماء یهود را یا یکی از علماء نصارا را به عنوان حکم و داور قرار بدیم،
بیاد بین ما فیصله کند آیا ما بر حق هستیم یا شما بر حقید. این مطالبه را از رسول الله کردند. الله تعالی در جواب اونها بیان فرمود که افغیر الله ابتغی حکما، ای پیامبر به آنان اعلام کن آیا داوری غیر از خدا من بخواهم بیارم؟ علماء یهود، علماء نصارا در حالی که حقیقت را می دانستند، اما از آن جایی که با مسلمانان عناد داشتند، خب شما قبلا هم خواندید که می گفتن به مشرکین، می گفتن یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، از مسلمانان راهشون بهتره، روششون بهتره. یعنی اونها به خاطر همون دشمنی که داشتن مسلمانان را بر باطل می دانستن، العیاذ بالله. لذا الله می فرماید افغیر الله ابتغی حکما، آیا غیر از الله من پیدا کنم بطلبم داور، در حالی که و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، خداوند اون ذاتی هست که نازل فرمود به سوی شما، یعنی کتاب را، تورات و انجیل را مفصل بیان کرده. تورات و انجیل را هم خدا فرستاده، قرآن را هم فرستاده. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، این دلیل نقلی است از علماء یهود و نصارا، اونا میدانند که قرآن حق است. والذین آتیناهم الکتاب، آنانی که ما به آنها کتاب دادیم، یعلمون، میدانند که انه منزل من ربک، این قرآن نازل شده است از جانب ربت، بالحق، به حق نازل شده، مطابق واقع نازل شده. فلا تکونن من الممترین، هرگز تو نباش از شک کنندگان، یعنی ای سامع، ای مخاطب، تو شک نکن، قرآن اونا میدانند که منزل رب هست. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کلمه رب تکمیل شد از نظر صدق و عدل. ببین کلمه رب چی هست؟ کلمه رب یا قرآن هست یا اینکه دلائل توحید، بیشتر اینجا مراد دلائل توحید هست. دلائل توحید تکمیل شد با دلائل عقلیه و نقلیه. ببین تفسیر روح المعانی نوشته و تمت بالدلائل العقلیه و النقلیه و دلائل الوحی، یعنی موضوع توحید، مسئله توحید اثبات شد با دلائل عقلیه، با دلائل نقلیه، با دلائل وحی. صدقا و عدلا، از نظر صدق در واقع و عدل در اعمال، یعنی از نظر واقعیت نگاه کنید صدق است، از نظر اینکه کسی عمل کند به توحید واقعا بر عدل است، بر مسیر عادلانه هست، نه بر مسیر ظالمانه. لا مبدل لکلماته، کلمات الهی یعنی مطالب توحید قابل تغییر نیستن، قابل تبدیل نیستن. به خاطر مشرکین اینها تغییر نمییابند، جابجا نمیشوند. و هو السمیع العلیم، اون ذاتی است هر چیز را شنواست، هر چیز را داناست. هر کسی تغییر بدهد الله میشنود. حال الله تعالی باز هم توبیخ بیان میکند، زجر بیان میفرماید بر اینکه شما دنبال دلائل باشید، دنبال اکثریت نباشید، چون اونها میگفتن اکثر مال ماست. همیشه ما قبلا خواندیم از قرآن مستفاد و مستنباط است که همیشه اهل حق کمترند، اونها که بر مسیر درست هستند اونها کمترند. لذا الله می فرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر شما اطاعت کنید اکثر اهل زمین را، یعنی بعد از دلائل توحید دلائل پیش شما آمده، الان شما به دنبال اکثریت باشید، اینها شما را از راه خدا گمراه می کنند.
این یتبعون، این علت است، چون که این یتبعون الا الظن، همه دنبال ظن و گمان خودشون هستند. و انهم الا یخرسون، و نیست آنها مگر از روی تخمین، از روی احتمال سخن میگویند. یخرسون فی الاقوال الا الظن فی الاعتقاد، در اعتقاد اونا دنبال ظن هستند و از نظر قول هرچی که تخمینی باشد میگویند، تحقیقی نیست. پس بهتره که به دلائل رب توجه کنی، به مردم و نظرات مردم توجه نکنی. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله، خدا بهتر میداند چه کسی از راه خدا گمراه شده. و هو اعلم بالمهتدین، خدا بهتر میداند اونایی که بر هدایت هستن کی هستن. پس دلائل خدایی، دلائل قرآنی، دلائل الهی را توجه کن، به ظن و گمان مردم، به تخمین مردم توجه نکن. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. ما ابتداء در اول سوره انعام ذکر کردیم، عرض کردیم که مثل سوره مائده در این سوره هم نفی شرک اعتقادی و نفی شرک فعلی است. اما در سوره مائده شرک فعلی اول بود، شرک اعتقادی بعداً بود. اینجا عرض کردیم که شرک اعتقادی اول از شرک فعلی بعداً است، عکس اون سوره. الان از اینجا فکلوا مما ذکر اسم الله بخش دوم سوره هست، نفی شرک فعلی شروع میشه. ما چند بار خواندیم، عرض هم کردیم، شرک فعلی اینه که یک انسان به خاطر تقرب خدایان باطل حلال خدا را حرام قرار بده یا حرام خدا را حلال قرار بده. حرامی که خدا حرام کرده اون را چی قرار بده؟ حلال. به خاطر چی؟ اعتقاد به خدایان باطل، به خاطر تقرب اونها. لذا الله تعالی اینجا می فرماید فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. بیان تحریمات غیر الله است، یعنی اگر برای غیر خدا چیزی حرام شده اون حرام ندانید، حلال است به نام خدا ذبح کنید بخورید. پس بخورید آنچه که نام خدا بر آن گرفته شده اگر شما به آیات خدا ایمان دارید. این مقتضی است. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه. حال الله تعالی زجر و سرزنش بیان می‌فرماید، چرا شما نمیخورید از آن چیزی که نام خدا بر او گفته شده؟ نترسید اونهایی که به نام معبودان باطل شما اونها را رها کردید و حرام میدانید، اینا حلالم، نام خدا را بگیرید و بخورید، چرا نمیخورید؟ و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چرا نمیخورید در حالی که وقد فصل لکم ما حرم علیکم، خداوند مفصلا بیان کرده اون چیزی که بر شما حرام است. محرمات را خدا بیان کرده، مگر آنچه که مجبور بشید. پس یعنی بخورید، نخورید و محرمات را نخورید مگر مجبور شدید. اینجا مطلب کوتاهی خدمت شما عرض کنم. مفسرین این بحث را کردند، این که خداوند میفرماید وقد فصل لکم، ما محرمات را قبلا مفصلا بیان کردیم. محرمات کجا بیان شدند؟ ببینید قبل از سوره انعام شما در سوره مائده چی خواندید؟ محرمات را مفصل خواندید. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله تا میخواد والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع وما ذبح على النصوب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق إلى آخره. بعضی میگویند که خود در سوره مائده بیان شده. این درست نیست. چرا؟ چون سوره انعام
سوره مکی هست. سوره مائده سوره مدنی هست. اگر بگیم مراد سوره مائده هست، خب سوره مائده بعد از این نازل شده. اینجا خدا میفرمه وقد فصل لکم، ما مفصلا اینا را چی کردیم برای شما بیان کردیم. پس مصداق وقد فصل لکم سوره مائده نیست، سوره مائده بعد از این نازل شد. قول دوم که مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله می فرمایند اون اینه که قبل از سوره انعام در سوره نحل بیان شده. سوره انعام هم مکی هست، سوره نحل هم مکی هست. سوره نحل قبل از انعام نازل شد. پس اینجا درست در میاد که بگیم وقد فصل لكم ما حرم، قبلا مفصل بیان کردیم در سوره نحل. اما اینجا یک اشکال دیگه وجود دارد. درسته که در سوره نحل بیان شده، در سوره نحل بیان شده، اما در سوره نحل مفصل نیست، مختصر است. اونجا فقط 4 تا از محرمات را خدا ذکر کرده: میتة، لحم خنزیر، دم و ما اهل لغیر الله. دیگه هیچ تفصیلی اونجا نیست. پس سوره نحل هم نمیتونه چی باشد؟ مصداق باشد. پس مصداق این آیه کجاست؟ حضرت شیخ رحمه الله نکته بیان میفرماید که در عبارت امام رازی هم همین معلوم میشه. شیخ میفرماید مصداق وقد فصل لكم ما حرم علیکم سوره مائده نمیتونه باشه، چون سوره مائده بعد از این نازل شد، مدنی است. سوره نحل هم نمیتونه باشه، چون سوره نحل نسبت به اینجا مختصرتر است، اینجا مفصل تره. سومین سوره ای که میتونیم بگیم که مصداق این هست خود همین انعام است، خود سوره انعام است. وقد فصل لكم ما حرم علیکم یعنی تفصیلوار داره بیان میشه. متوجه شدید؟ تفصیلوار داره چی میشه؟ بیان میشه. یعنی فصل بر ماضی گذشته نیست، فصل دلالت بر حال میکند. ما در قرآن این نمونه ها را داریم. مثلا ببینید در اول سوره نور خداوند میفرماید سورة انزلناها و فرضناها، سوره ای هست که ما اون را نازل کردیم و تعیین کردیم. خب کجاست این سوره؟ خود نور است، هنوز نازل نشده، اما چون داره میشه با صیغه ماضی از او چی کرد؟ تعبیر کرد. پس وقتی که این چنین هست در همین انعام با تفصیل آمده. پس وقد فصل لكم معنیش اینه که خداوند در حال بیان هست، در حال بیان محرمات است. پس این وقد فصل لكم به تاریخ گذشته نگاه نکنید، به گذشته شما نرید، داره بیان میشه. این نظر و دیدگاه حضرت شیخ رحمه الله قائم کرده. بعد در عبارت امام رازی رحمه الله معلوم میشه که دیدگاه ایشون هم همین است، نزدیک این است. ببینید امام رازی میفرماد الاولی ان یقال المراد قوله بعد هذه الآیه، بهتر این است که بگیم وقد فصل لكم مراد خداوند بعد از همین آیه هست که داره بیان میکنه. بعد از این آیه چی هست؟ قل لا اجد فيما اوحی محرما علی طاعم. 2 رکوع بعد محرمات را خدا بر می شمارد.
قل لا اجد فيما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه مفصل بیان میکنه. خب و هذه الآیه، الان شما اعتراض میکنید که این قل لا اجد بعد از این نازل شد، اینجا گفته وقد فصل لكم، میفرمای و هذه الآیه و ان كانت مذکوره بعد هذه الآیه بقلیل، گرچه آیه قل لا اجد اندکی بعد از آیه وقد فصل لكم هست، الا ان هذا القدر من التأخیر لا يمنع ان يكون هو المراد. اینقدر تأخیر کم مانع نمیشه که مراد این وقد فصل لكم همو باشد، این مانع نمیتونه باشه. بس بهترین مصداق وقد فصل لكم کجاست؟ خود همین سوره انعام است که در همین سوره ما در حال بیانیم، در حال تعریف کردن هستیم، در حال تفصیل هستیم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم الیه، مفصل بیان کرده الله آن چیزی که حرام است بر شما اونها را حرام بدانید، الا ما اضطررتم الیه، مگر آنکه شما مجبور بشید به سوی آن مراجعه کنید. و ان كثيرا ليضلون باهوائهم بغیر علم. الله می فرماید بسیاری از مردم گمراه می کنند دیگران را با خواهشاتشان، اهوا قبلا خواندی آراء و افکار منحرفه و باطله بدون علم. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، همانا رب بهتر میداند معتدین را، آنانی که از حد ایمان گذشتند، آنانی که از دایره ایمان خارج شدند. و ذروا ظاهر الاثم و باطنه، الله می فرماید تأکید تعمیل، اگر می خواهی که به اون عمل کنی بگذارید ظاهر الاسم و باطنه، گناه ظاهری گناه باطنی. ببین مراد از گناه ظاهری گناهی که با دست و پا و جوارح انجام میگیرد، مراد از گناه باطنی گناهی که با قلب انجام میگیرد. تفسیر خازن نوشته که المراد بظاهر الاسم افعال الجوارح، جواهر، افعال جواهر، و مراد از باطن افعال قلوب، دل. لذا الله می فرماید ان الذين يكسبون الاثم، همانا کسانی که گناه کسب می کنند، همانا کسانی که در پی گناه هستند، شرک می کنند، سیجزون بما كانوا یقترفون، تخویف اخروی، ان قریب پاداش داده می شوند به کیفر اعمالشان می رسند به سبب آنچه که کسب کردند. یقترفون یکتسبون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه، این بیان تحریمات الهی هست. اون حیوانی که نام خدا برو گفته نشده و انه لفسق، همانا اون حرام است، یعنی به جای نام خدا نام غیر خدا برو گفته شده، از اون حیوان گوشتش نخور. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، الله تعالی فرمود که شما از شیاطین پیروی نکنید. و ان كثيرا ليضلون باهوائهم بغیر علم ان الشیاطین لیوحی بعضهم الى بعض زخرف القول. چرا از اونها اتباع نکنید؟ چون که ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم، شیاطین وسوسه میکنن به سوی اولیائشان، دوستانشان. هدف اونها این است که بین شما جدال، بین شما اختلاف بیندازند، بالخصوص در مسائل. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما آنان را اطاعت کردید شما مشرکید. آنان را اطاعت کردید منظور در عقاید و اعمال است. اطاعت شیاطین در چی هست؟ در عقاید و اعمال. اگر آنها تبعیت کردید شما مشرک میشید.
او من کان میتا ها قال الزجاج فیه دلیل، اینجا که خدا گفته انکم لمشرکون، امام زجاج ببینید چه استنباط میکند، میفرماید فیه دلیل علی ان کل من احل شیئا مما حرمه الله، هر کسی بیاد چیزی را که خدا حرام قرار داده یکی بیاد حلالش بکنه، او حرم مما احل الله تعالی، یا اینکه حلال بکند چیزی را که خدا حرام قرار داد، حرام قرار انجام حرام معتقد باشد چیزی را که خدا حلال قرار داده اعتقاد داشته، فهو مشرک. تفسیر کبیر این مشرک است. پس ما این را چه تعبیر میکنیم؟ شرک فعلی. شرک فعلی همین است که به خاطر خدایان باطل چیزی که خدا حلال قرار داده این حرام بکند، یا چیزی که خدا حرام قرار داده این حلالش بکند، این میشه شرک. الله میفرماید اگر در عقاید و اعمال از آنها تبعیت کردید شما مشرکید. او من کان میتا فاحییناه، بعد از اینکه خداوند خودش فتوای شرک صادر کرد بر کسانی که در محرمات از شیاطین تبعیت کنند اعتقادا و عملا. الان در تمثیل الله تعالی فرق مشرک و فرق کافر را با مسلمان بیان می‌فرماید که ببینید مسلمان خیلی با یک کافر با یک مشرک فرق داره. مسلمان میماند مثل یک میتی که ما زندهش کردیم، یه مرده بود، مرده یعنی زمانی که ایمان نداشت مرده بود، زمانی که مشرک بود مرده بود، ما او را حیات دادیم بعد از اینکه ایمان آورد. پس ایمان به مثابه حیات است، به مثابه زنده شدن است. خدا میفرماید این با اون مشرکی یکی است، اون مشرکی که هنوز مرده هست، گویا اونی که هنوز در تاریکی هست، هنوز در انحرافات است، اینا هرگز با هم یکی نیستند. الله میفرماید او من کان میتا فاحیینا، آیا اونی که مرده بود یعنی کافر بود مشرک بود، فاحییناه ما حیات دادیم، حیات قلب منظور است، ایمان دادیم، وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ما قرار دادیم برای اون نوری که به وسیله اون نور در میان مردم می رود، یعنی نور ایمان، نور توحید، نور فراست. آیا این انسان کمن مثله، مثل اون انسانی هست که مثالش اونی هست که فی الظلمات، در تاریکی های کفر، شرک، جهالت است، لیس بخارج منها، خارج نمیشه از اون تاریکی ها. آیا اینا با هم برابرند؟ مسلمه برابر نیستند. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. چرا کافر خارج نمیشه؟ این علت لیس بخارج هست. كذلك زين چی هست؟ علت لیس بخارج هست. چرا خارج نمیشه؟ چون اعمال مشرکانه جلوی چشم او برایش زیبا جلوه داده شده. یعنی شرکی که میکند شرک را عبادت میپندارد، عبادت تصورش میکند، فکر میکنه داره قرب خدا را حاصل میکنم. خب اینی که فکر میکنه شرک قرب خدا هست از او توبه میکنه؟ نه خیر، اعمال شرکیش جلوی چشمش برایش چی است؟ مزین است، زیباست. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. علت لیس بخارجین، به این خاطر که ما مزین شده برای کافران ما كانوا يعملون، اعمال سیئه، اعمال شرکیه، اعمال سیئه فیرونها حسنا ولا یخرجون منها، اون اعمال را حسنه میبینند هرگز از اون خارج نمیشوند. وكذلك جعلنا في كل قرية
اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. این علت دوم است. ببینید چرا یک مشرک وقتی که وارد شرک میشه از شرک، از مسیر شرکی خارج نمیشه؟ علت اول این است که خواندیم اعمال شرکی جلو چشمش زیبا هستند، حسنه هستند، پس کسی از زیبایی ها خارج نمیشه. دوم این که هر قریه‌ای اونی که در رأس قریه هست، اونی که کت خدای قریه هست، او مجرمش هست، یعنی او راه شرک را گرفته. وقتی که بزرگان قریه راه شرک را گرفتند، خب این بقیه تابعان هم از تبعیت اونها دست نمی کشند، تابع اونها می مانند در گمراهی. الله می فرماید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. همچنین ما قرار دادیم در هر قریه اکابر، بزرگان را، بزرگان اون قریه که مجرمین آن قریه هستند، لیمکروا فیها، این لام عاقبت که نتیجه این میشه که اونها در اون قریه مکر میکنند، یعنی توطئه میکنند. چه توطئه‌ای؟ توطئه‌ای برای رواج دادن شرک، توطئه میکنند که مردم مشرک بمانند، اما این مکر به خودشان برمیگردد. و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. مکر نمیکنند مگر به خود و نمیدانند. و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسل الله. زجر توبیخ، اینها به قدری گمراه هستند که آیه‌ای که از سوی خدا می آید تکبر و استنکاف میکنن، میگن ما ایمان نمی آوریم حتی که به خود ما مستقیما همین وحی برسه. منظور اینه که چرا خدا از ما پیغمبر نمیگیره؟ اونها فکر میکردن که پیغمبری با سرداری هست، پیغمبری با پول است، لذا میگفتن که به خود ما داده بشه. الله میفرماید و اذا جاءتهم آیه، هرگاه آیه پیش آنان می آید، قالوا لن نؤمن حتی نؤتا، آنان می گویند که ما هرگز ایمان نمی آوریم حتی نؤتا، حتی که داده بشیم مثل ما اوتی رسول الله، مثل آنچه که بقیه رسول خدا داده شدند. الله می فرماید که رسالت چیزی هست، نعمتی هست که الله به هر کس نمیده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله بهتر میداند کجا رساله خودش را قرار بده، چه کسی را پیغمبر قرار بده. لذا اینها که به پیغمبری نمیرسند و به اینها وحی نمیاد بماند، با این خواسته معاندانه خودشان به ذلت گرفتار میشوند. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله. الله می فرماید ان قریب میرسد به کسانی که جرم کردند، صغار عند الله یعنی ذلت نزد خدا. صغار منظور ذلت و خواری هست. و عذاب شدید بما كانوا یمکرون، و به آنان عذاب شدید میرسد چون که نیرنگ کردند، توطئه کردند بر علیه اسلام و مسلمان. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. الله می فرماید کسی را که خدا بخواهد ان یهدیه، او را هدایت کند، یشرح صدره للاسلام، سینه‌اش را برای اسلام باز می کند. یعنی هدایت به دست خداست. خداوند سینه‌اش را باز می کند، ایمان هدایت در سینه‌اش جای می گیرد، مطمئن میشه. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. این صفات محرومین از هدایت است. هر کسی که خدا بخواد او را گمراه کند، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه‌اش را تنگ می کند. ضیق تنگ، حرج خیلی تنگ. چنان بر او ایمان و هدایت و قرآن سخت و سنگین میشه که کأنما یصعد فی السماء، گویی که داره به آسمان صعود میکند. ببین بالا رفتن
ممکن نیست، بالخصوص به آسمان. یک کوهی که بری شما میتونید برید، لذا مثل این میماند که بالایی داره میره با چه مشکلی، با چه سختی. خب یعنی الله تعالی این انسانی که گمراه شده برای اون چنان سخت هست، سخت قرار داده. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. این گونه خداوند رجس را، منظور از رجس و ناپاکی همون شرک است، شرک را برای بر کسانی که ایمان نمی آورند خداوند قرار داده. شرک مقدرشون است، شرک نصیبشون است. الان به ما مؤمنین بشارت میده، میگه و هذا صراط ربک مستقیما، این راه راست هست، صراط رب هست که مستقیم هست. این مسیری که شما بر او هستید، مسیر ایمان، مسیر توحید. قد فصلنا الآیات، ما مفصل آیات بیان کردیم، اما لقوم یذکرون، برای قومی که پند حاصل بکنن، منظور مستفیدین هستند. اینایی که پند حاصل میکنند، اینهایی که از شرک دوری میکنند، لهم دار السلام، برای آنها دار السلام هست. دار السلام یعنی جای امن، جای سلامتی، جایی که هیچ خطری برای اونها نیست. منظور از دار السلام بهشت است. این صفت سلامتی را بهشت دارد. و برای آنها نزد پروردگار دارالسلام هست، یا بهشت، یا اینکه امن و بقا. و هو ولیهم بما كانوا یعملون، خداوند ولی آنهاست، خداوند حامی آنهاست و دوست اونهاست. چرا خداوند اینها را دوست می‌دارد؟ بما كانوا یعملون، به سبب اعمال حسنه ایشان خدا دوستشون داره. پس ببینی این بشارت و مژده برای کسانی است که بر صراط مستقیم هستند، بر توحید هستند، شرک نمی کنند. اما اونهایی که شرک می کنند تخویف اخروی برایشون بیان میشه. الله می فرماید و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که حشر می کند الله همگی را از قبرها بلند می کند. یا معشر الجن، قیل لهم توبیخا به جنات گفته میشه، یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، ای معشر جن، ای جماعت جنها، شما زیاد گمراه کردید از انسانها. استكثرتم یعنی تابع کردید، گمراه کردید از انسانها. چرا؟ وقال اولیاؤهم من الانس، دوستانشان از انسانها، اقرار مجرمین است، یعنی اون انسانهایی که دنبال جنات بودند و گمراهی را پذیرفتند، شرک را پذیرفتند، الان اونجا اقرار میکنند. چی میگن؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، بار الها استفاده کرد بعضی از ما با بعضی دیگر، یعنی ما از هم دیگه استفاده کردیم. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، و ما رسیدیم به اون میعادی که تو برای ما تعیین کرده بودید. یعنی خدایا ما از هم دیگه استفاده کردیم در دنیا. ببینید استفاده کردن در چی؟ در شرک و گمراهی. علما اینجا نوشتن که استمتاع جن از انسیه، استمتاع انس از جن چیه؟ ببینید استفاده کردن انسان ها از جنات اینه که وقتی که جنات اونها را اذیت می کردند در جنگل، در بیابان، انسان ها به جنات پناه می بردند، شرک می کردند، جنات را پناهگاه خودشون می دانستند و شرک می کردند. جنات دیگه با اونها کار نداشتند. الان پس این استمتاع انسان ها بود که از جنات کردند، بهره گرفتند. استمتاع جنات این بود که اونها دیگه پیش خودشون
خوش بودند، خودشون را سادات میگفتند، در رأس میگفتند ببینید انسان ها ما را اطاعت میکنند، انسان ها از ما کمک میخواند، انسان ها به پناه ما میروند. به همین پناه رفتن اونا چی دل خوش بود، دل خوش میکردند. ببینید همین تفسیر را ما به زبان علامه آلوسی و به زبان علامه اندلسی در بحر المحیط میخوانیم. عن الحسن و ابن جریج و زید و الزجاج و غیرهم ان استمتاع الانس، استفاده کردن انسان ها از جنات این بود که انهم كانوا اذا سافر احد منهم، هرگاه یک انسانی مسافرت میکرد و خاف الجن، از جنات در بیابان میترسید، در جنگل میترسید، قال اعوذ بسید هذا الوادی، من پناه میبرم به سید این وادی، یعنی اون جنی که در رأس این وادی هست. این دیگه استفاده کردن بود. و استمتاعهم بالانس، جنات چگونه از انسان ها استفاده میکردند؟ اعترافهم بانهم قادرون على اعاذتهم و اجارتهم، اونا پیش بقیه جنات چی میکردند؟ اعتراف میکردند ببین ما میتونیم انسانها را پناه بدیم، ما میتونیم انسانها را در کنف خود، در پناه خود نگه داشته باشیم. روح المانی. قال ابن عباس، باز هم قال ابن عباس و مقاتل ایضا استمتاع الانس بالجن، این که انسان از جن استفاده میکند یعنی چه؟ که قال بعضهم اعوذ بعظیم هذا الوادی، من پناه میبرم به بزرگ این وادی، من شر اهلی، از شر اهلش. چه زمانی این را میگفتن؟ اذا بات بالوادی فی سفره، وقتی که در یک وادی شب میخواستن بخوابند میخواندن تا اینجا جنات ما را اذیت نکنند. و استمتاع جن به انسیه افتخارهم علی قومهم، اینا میرفتن پیش قومشان افتخار میکردند و قولهم میگفتن قد سدنا الانس، ما رئیس انسان ها هستیم، ما سادات اونها هستیم. حتی صاروا یعوذون بنا، حتی که به ما پناه میبرند، یعنی جنات به صورت افتخار میگفتند. پس این هست که ربنا استمتع بعضنا ببعض، جن از انس استفاده کرده، انس از جن. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، بار اله ما رسیدیم به اون میعاد، به اون اجلی که تو تعیین کرده بودی برای ما. قال النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء الله، خداوند میگه آتش هست جایگاه شما همیشه هست، الا ما شاء الله، مگر اونی که خدا بخواهد. ببینید این مطلبی و یک اشکال عمده‌ای که در بعضی از آیات، از ظاهر بعضی از آیات معلوم میشه، خدمت شما عرض میکنم. مگر در جهنم تا ابد نیستن مشرکان که خداوند میفرماید الا ما شاء الله؟ شما در سوره هود هم میخوانید و اما الذين شقوا ففي النار خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله. خوب توجه کنید، اشقیا، کفار، مشرکان در آتشند، همیشه در آتش هستند. ما دامت السماوات والارض، ما دامت السماوات والارض کنایه از تعبید است، کنایه از ابد است. الا ما شاء الله، مگر اون وقتی که خدا بخواد، اندازه که خدا بخواد تو آتش نخواهند بود. اینجا هم میخوانیم که مشرکان جایشون در آتش است الا ما شاء الله. به همین خاطر بعضی گفتن شاید آخر جهنم چی میشه؟ تعطیل میشه. خداوند تا هزاران هزار سال مشرکان را، کافران را به کیفر اعمالشون میرساند، آخر همه را نابود میکند، فقط بهشت میماند. این دیدگاه نادرستی هست. از اشاره الا ما شاء الله اگر کسی این دیدگاه را قائم کرده اعتباری ندارد.
اونطور که معلوم میشه جهنم برای همیشه هست. خب پس الا ماشاء الله معنیش چی هست؟ ببینید مشرکان که در جهنم هستند، در آتش هستند، گاهی از آتش بیرون برده میشوند. کجا برده میشوند؟ شما خوانده اید گاهی برای ماء حمیم برده میشه، گرچه ماء حمیم عذابش سختتر از این آتش است، ولی خب از آتش بیرون میشه. گاهی به زمهریر برده میشه. زمهریر هم یه جای بسیار سرد هست که اونجا که بره باز برای آتش تمنا میکند، چنان یخبندان هست. پس اینجا باز هم از جهنم خارج شد. سأرهقه صعودا، بر اون کوه من او را بالا میکنم که اینم عذابی هست. خب پس معلوم میشه که گاهی الا ماشاءالله اشاره به همون چی هست؟ به همون بیرون کردن از جهنم، گاهی به خاطر عذاب دادن سختتر هست، به خاطر عذاب دادن سختتر هست. پس این معنی الا ماشاءالله است. ان ربک حکیم علیم، به درستی پروردگار تو کارهایش و حکمت است و علیم همه چیز را میداند. و كذلك نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. الله می فرماید حواله میکنیم بعضی از ظالمین را به بعضی، بما كانوا یکسبون، به سبب اعمال مشرکانه، به سبب آنچه که اونها کسب کردند. یا معشر الجن والانس، خب ما خواندیم که جن و انس هم دیگر را گمراه کردن، به جهنم قرار میگیرن. این تخویف اخروی است. در اون روز از طرف خدای عزوجل این گونه خطاب میشوند. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، ای جماعت جنات و انسان ها، آیا رسول از جانب پروردگار شما نیامد که یقصون علیکم آیاتی، آیات من پروردگار را بر شما تلاوت میکردند، بیان میکردند، و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و شما را از ملاقات این روز ترسانیدند، آیا نیامدند؟ اقرار مجرمین. قالوا شهدنا علی انفسنا، ما گواهی میدهیم بر نفس خودمون، بر خودمون. و غرتهم الحیات الدنیا، الله می فرماید آنها را دنیا و زندگی دنیا فریب داده. و شهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین، الله می فرماید آنان بر خود گواهی میدهند که ما کافر بودیم، در دنیا کفر کردیم. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى، ما قبلا خواندیم که الله فرمود الم یأتکم رسل منکم، مگر پیامبران نیامدند. الا حکمت ارسال رسول، پیامبران را خدا به این خاطر میفرستد که الله عزوجل اونها را از غفلت بیدار کند و عذاب وقتی که می آید، عذاب که می آید، ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، خداوند هیچ قریه را به ظلم هلاک نمی کند. و اهلها غافلون، در حالی که اهلش چی هستند؟ غافل باشند. یعنی این هدف ارسال رسول است که رسولان را می فرستد تا اهل غافل نباشند. اگر پیغمبر نیاد، خب اهل قریه غافل خواهند بود به خاطر نیامدن رسول. به این خاطر الله رسول می فرستد. ولکل درجات مما عملوا. خب بحث جن و انس بود. الله می فرماید هر یکی از جنات و انسان ها درجاتی دارن. ولکل ای لکل من الجن والانس، چه صالح باشند چه غیر صالح، برای هر یک درجاتی است از آنچه که عمل کرده. صالح درجاتش در صالحیت هست، طالح و بد درجاتش در بدیش هست. و ما ربک بغافل عما یعملون، رب شما غافل نیست از آنچه که اونها عمل میکنن. و ربک الغنی ذو الرحمه، الله میفرماید نیازی هم ندارم
به عبادت شما، اون چیزی که هست برای خودتون هست. و ربک الغنی ذو الرحمه، رب شما غنی هست، صاحب رحمت هست. این یشاء یذهبکم، این نمونه غنا هست، تخفیف دنیوی هم هست. ببین چطور بی‌پرواست. این یشاء یذهبکم، اگر بخواد شما را میبرد. و یستخلف من بعدکم ما یشاء، و خلیفه و جانشین قرار میدهد بعد از شما هر کسی را که بخواد، هر قومی را که بخواد. کما انشاکم من ذریه قوم آخرین، همان گونه که خدا عزوجل شما را پیدا کرد از نسل قوم دیگر. انما توعدون لآت، و تخویف اخروی، وعده‌ای که داده میشی هم میاد. انما توعدون لآت، آنچه که وعده داده شدی به وسیله رسول، لآت میآید و ما انتم بمعجزین، شما نمیتونی خدا را عاجز کنید، یعنی در برید، فرار کنید، مخفی بشید. قل یا قوم اعملوا، لذا بعد از دلائل الان این فیصله آخر است، فیصله آخر. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، بگو ای قوم شما به جای خودتون عمل کنید. اینی عامل، منم به جای خودم عمل میکنم. فسوف تعلمون من تكون له عاقبت الدار، ان قریب شما میدونید که عاقبت و انجام دار آخرت منظور است، برای کی هست. انه لا یفلح الظالمون، همان شأن این است که رستگار نمیشه و ظالم یعنی مشرک، اون رستگاری را نمی بیند، اون موفقیت را نمی بیند. چرا؟ وجعلوا لله، این بیان اعمال مشرکین هست و همچنین بیان منظورات غیر الله هست. مشرکان برای غیر خدا نظر و نیاز می کردند و عجیب بود که هم برای خدا می کردند هم برای غیر خدا می کردند. چه از کشاورزی خودشان سهم گندم، سهم خدا را جدا می گذاشتند، سهم خدایان را جدا می گذاشتند. چه وقتی که خیراتی می کشتند، گوسفندی، شتری، گاوی تقسیم می کردند، سهم خدا را جدا می گذاشتند، سهم خدایان را جدا می گذاشتند. سهم خدایان و معبودان را به همون مجاوران اونها می دادند. لذا الله تعالی حماقت اونها را بیان می فرماید و همچنین این بیان چی هست؟ نظر لغیر الله که حرام است خوردنش. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث، الله می فرماید قرار دادم برای خدا از آنچه که خدا خلق کرده از کشت، والانعام از چارپایان، اینها سهمی برای خدا قرار می دادن، نصیبا سهمی. چی می گفتن؟ فقالوا هذا لله بزعمهم، می گفتن این مال خداست، بزعمهم طبق گمان خودشون. و هذا لشرکائنا، این برای معبودان ما است، یعنی اونها را می دادن به چی؟ به خادمین و مجاورین معبودان. فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله، آنی که تعیین شده بود برای شرکا نمی رسید به خدا. و ما کان لله، آنی که تعیین شده بود برای خدا، فهو یصل الی شرکائهم، او می رسید به شرکایشان. یعنی می گفتن خدا سخیه، خدا نیاز نداره، اگر سهم او آمد به سهم معبودان اضافه شد اشکال نداره. ساء ما یحکمون، خداوند می فرماید بسیار بد اونها عمل می کردند، قضاوت می کردند. خب و كذلك زین لکثیر من المشرکین، مثل همین عمل که عمل بسیار زشتی هست، بسیار شنیع هست، بسیاری از اعمال دیگه هم از نظر اونها مزین و خوب و زیبا بود. مثلا کشتن اولاد. ببینیم مشرکان برای خدایان اولاد هم می کشتند.
یکی از رسومات اونها این بود که به هر کس که خدای تعالی 10 پسر داد یکی را برای خدایان ذبح بکند. لذا این عمل دیگر از اعمال سیاهشان. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم، مزین کرد برای بسیاری از مشرکان قتل اولادشان را. شرکاؤهم، این فاعل زینه هست که این را مزین کرد همون خدایان باطل، معبودان. تفسیر آلوسی نوشته قیل انهم كانوا ينذر احد منهم، نذر میکردند، ینذرو نذر میکردند یکی از اونها که اذا بلغ بنوه 10، هرگاه فرزندانش به 10 تا برسند نحر واحدا منهم، یکی از اونها ذبح بکند برای خدایان. لذا الله میفرماید اینا اینقدر انحراف داشتن. وكذلك زين لكثير من المشركين، این گونه مزین شده برای بسیاری از مشرکان قتل اولادهم، کشتن اولادشان. مزین کرده، کی مزین کرده؟ شرکاؤهم، فاعل مزین زینه. لیردوهم، تاکه آنها را هلاک بکنند. ولیلبسوا دینهم، دین را بر آنها خلط بکنند، یعنی در دین و دنیا اونها را از بین ببرند و همچنین دین را بر اونها خلط بکنند. اما الله می فرماید ولو شاء الله ما فعلوا، اگر خدا میخواست این کار را نمی کردن، جلویشون را اجبارا می گرفت خدا. اما ولکن لیبلوهم، خدا اونها را آزمایش میکنه. فذرهم و ما یفترون، بگذار با آنچه که افترا میگویند، با آنچه که درست میکنند. وقالوا هذه انعام و حرث حجر، اینجا اعاده تحریمات غیر الله است. ببینید رسومات عجیبی داشتند. یکی این که بعضی از چارپایان را، شتران را بالخصوص بند می کردند، حصر می کردند و نامگذاری می کردند برای معبودان. می گفت که اینها را نمیشه از گوشتشان خورد یا نمیشه بر پشتشون سوار شد و می گفت اینا مال خدایان هستند. و بعض اون چی که در شکم یک شتر بود می گفتند اگر مرد اگر اون چی که در شکم این هست، چون که این شتر مال خدایان هست، لذا شتر بچهش حملش مخصوص مردان ما هست. یعنی هر وقتی که شتر زایید، اون شتر بچهش را میخواستن بخورند، بکشند، فقط مردان اجازه دارند بخورند، زنان اجازه ندارند. اگر از شکمش میته میآمد بیرون، میته را هم میخوردن اونها، مرد و زن میخوردند. یعنی چیزهای از خود در می آوردن، درست میکردن، بدون دلیل بود. وقالوا هذه انعام و حرث حجر، می گفت این چارپایان، این کشتزار حجر هست. حجر یعنی ممنوع، حجر به معنی بند، برای دیگران ممنوع است، این فقط و فقط مال خدایان است. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، نخورد از این مگر آنی که ما میخواهیم طبق گمان خودشان. منظورشون کی بود؟ یعینون خدام الاوثان والرجال دون النساء، منظورشون این بود خادمان بتها بخورن، اونم مردها نه زنها. و انعام حرم ظهورها، سورت دوم. همچنین چار پایان دیگر بود که حرام قرار داده شده بود، پشت آنها میگفتند اینجا کسی سوار نشه. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، و همچنین چار پایان دیگری بود که نام خدا را بر اونها نمی گفتند، افترا بر خدا گفته، خدا گفته نام من اینجا نبرید. سیجزیهم بما کانوا یفترون، الله ان قریب اونها را پاداش میده، به کیفر اعمال میرساند، جزا میده به سبب افترایشان.
و قالوا ما فی بطون، یکی دیگه از رسمهایشون، و قالوا ما فی بطون هذه الانعام، می گفتند آنچه که در شکم این چار پایان هست خالصة لذکورنا، خالص برای مردهای ماست، و محرم علی ازواجنا، بر همسران ما چیه؟ حرامه. و این یکم میتتا فهم فی شرکا، اگر از شکمش میته بیامد بیرون، شطور بچه می مرد و می افتاد، مرد و زن می گفتن برابرند، فهم فی شرکا سیجزیهم وصفهم. بازم الله تهدید می فرماید ان قریب خدا به جزایشون می رساند به خاطر این وصفشان، یعنی به خاطر این بیانشان، این قول کذبشان. انه حکیم علیم، خداوند همه کارهاش با حکمت است، همه چیز را می داند، به وقت الله به کیفرشان می رساند. بله، قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. باز هم این نتیجه مذهب مشرکان است که نتیجه مذهبشون خساره و زیان است و اعاده منظورات غیر الله است. قبلا ذکرش خواندیم، الان اعاده میشه. اونا میگفتن که اینها مال معبودان هستند، اینها را کسی دیگه استفاده نکند، نظر برای غیر الله. الله می فرماید قد خسر الذين قتلوا اولادهم، همانا ضرر و زیان کردند کسانی که اولادشان را کشتند، سفها بغیر علم، از روی حماقت و نادانی بدون علم، و حرموا ما رزقهم الله، و حرام قرار دادن آنی را که الله حلال قرار داده، رزق داده. این اعاده تحریمات غیر الله، اون اعاده منظورات غیر الله بود، این تحریمات غیر الله، یعنی برای غیر خدا حرام قرار میدادن در حالی که خدا حلال قرار داده. افتراء علی الله. قد ضلوا و ما كانوا مهتدین. الله می فرماید که قد ضلوا، اینها گمراه شدند، و ما كانوا مهتدین، بر هدایت نبودند که چنین دیدگاه های شرکی و خرافاتی قائم میکردند، انجام میدادند. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات. الله تعالی از اینجا بیان میفرماید که این نعمت هایی که خدا برای شما پیدا کرده، از اینها بخورید، اینها را به خاطر غیر خدا حرام نکنید. ببین چه نعمت های خدا داده. و هو الذی انشأ جنات، خدا اون ذاتی است که پیدا کرد، آفرید باغاتی که معروشه هستن و غیر معروشه. معروشات دو معنی شما قبلا خواندید که معروش به انگور میگویند، درخت انگور. درخت انگور چون که سقف درست میشه، عرش میشه، یعنی بالا چند تا چوب ببند، درخت انگور وقتی که بره بالا سایه میکنه، یک سقفی درست میکنه. و غیر معروشات دو نوع دیگر از انگور هست که اونها روی زمین هستند، اونها بالا سقف قرار نمیگیرند، تنه دارد، درخت دارد. درخت انگور دو نوع انگور هستند. پس خدای تعالی ذاتی هست که هر دو نوع انگور را برای شما داد، باغاتی از انگور، معروشات و غیر معروشات. هم اونی که چی داره؟ سقف، یعنی سقف درست میشه، یا اون انگوری که تندار هست، ساقدار هست به اصطلاح. پس بر اساس این تفسیر هر دو به معنای انگور هست، هم معروشات و هم غیر معروشات. اما بعضی دیگر از مفسران معتقدند که معروشات تمام اون چی که سقف درست میشه، شامل انگور هم میشه، شامل غیر انگور، کدو، عرض کنم خربزه، چیزی دیگه که بوتهش میره و طولانی میشه، سقف درست میشه، شامل اونها میشه. معروشات همه اونها هستن.
غیر معروشات تمام درختانی است که ساقدار و پایدار هستند، مثل نخل خرما، مثل درخت انجیر، مثل درخت انار، اینها غیر معروشات. علی ای حال همه را الله درست کرده. و النخل و همچنین نخل را، و الزرع و همچنین کشاورزی را که مختلفا الاکله میوهایش طعمهایش مختلف است. و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه. الله آن ذاتی است که زیتون را و انار را که بعضی ها متشابه هستند و بعضی متشابه نیستند. متشابه فی اللون غیر متشابه فی الطعم، در رنگ مثل همند، در شکل و اندازه مثل همند، اما در طعم نه. کلوا من ثمره اذا اثمر، الله می فرماید از میوه های الهی بخورید وقتی که میرسد. و آتوا حقه یوم حصاده، حقش را روز میوه چینی بدهید، یعنی اینا را خدا به شما داده، برید بخورید، جایز است برای شما. فقیری که آمد به اون هم بدهید. ولا تصرفوا، اسراف نکنید، یعنی زیاده روی نکنید. ببینید زیاده روی اینجا به معنی چی است؟ زیاد خوردن؟ نه خیر، بحث حرام و حلال است، بحث شرک و کفر است، بحث خوردن نیست. پس ولا تصرفوا به معنای این هست که در راه معصیت خرج نکنید، برای غیر الله ندهید. این ولا تصرفوا، از حد گذشتن. پس روح المعانی میگه والمعنى لا تنفقوا فی معصیت الله، وقتی که برای معبودان باطل بدید در معصیت اون را صرف کردید. قال مقاتل لا تشرك الاصنام في الحرث والانعام، مطلب اینه که بتها را در حرث و انعام شریک قرار ندهید. لذا الله می فرمائے ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، همانا الله عز وجل دوست ندارد متجاوزان را. و من الانعام حمولة و فرشا. الان ببین بیان تحریمات غیر الله. خلاصه این آیات را اول عرض کنم که الله می فرماید چارپایان که 8 قسم هستند، اینها برای شما حلالند، شما اینها را حرام نکنید. کی حرام کرده؟ از کجا حرمتشون را آوردید؟ 8 قسم چیه؟ 2 تا نر و ماده شتر، 2 تا نر و ماده گاو، این شد 4 تا. 2 تا نر و ماده گوسفند، 2 تا نر و ماده بز، این چند تا شد؟ 8 تا. لذا الله می فرماید بعضی از اونا حموله هستن، بعضی ها فرشند. حموله اون حیوانی را میگن که بر او چیزی حمل میکنی، مثل شتر باری میگذاری، خودت بر او مینشینی. فرش اون حیوانی را میگویند، فرش را دو ترجمه، 2 تفسیر کردن، 2 توضیح دادن. بعضی گفتن فرش اون حیوانی که یعنی خودش روی زمین هست، پایین هست قدش، مثل گوسفندان. فرش قد کوتاه را میگن. بعضی میگن فرش منظور اون حیواناتی که از پشم اونها، از موی اونها پشم عرض کنم که فرش میبافیم و روی زیر پایمون میندازیم، اونها را فرش میگویند. خلاصه الله 2 نوع از چارپایان 2 نوع درست کرده، یکی که حموله هستن، بزرگن، هر چی بر اونها حمل میکنی، بار میکشی، مثل شتر، گاو. دوم اونی که فرش هست، اونی که کوچک هست. همه اینها برای خوردن شماست. کلوا مما رزقکم الله، بخورید از آنچه که الله به شما رزق داده. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما پیروی نکنید از گام های شیطان، منظور مسیر شیطان است.
یعنی پیروی نکنید. مطلب اینه که هرچی که خدا حلال قرار داده حلال بدانید، اونی که اونها حرام قرار دادن یا حلال قرار دادن به اون معتقد نباشید. انه لکم عدو مبین، به درستی که شیطان دشمن آشکار شماست. خب الان که خدا می فرماید شما پیروی نکنید 8 ازواج، در این آیه 8 صنف را خدا نام میبرد، 8 نوع را که خدا اینها را حلال قرار داده. 8 ازواج این بدل حمولتن و فرشن هست. و من الانعام حمولتن و فرشن، از چارپایان بعضی حیوانات هستند که هرچی بر اونها حمل میکنی، بعضی ها فرشند. 8 نوع هستند. من الضأن 2 و من المعز 2، این بیان فرشن هست. از زان میش را میگویند، گوسفند سفید را میگویند. دو تا یعنی نر و ماده. و من المعز 2، از بز هم 2 هست، نر و ماده. قل الذکرین حرم ام الانثیین، الله می فرماید که آیا هر دو نرشان را خدا حرام قرار داده؟ یعنی گوسفند سیاه نر، گوسفند سفید نر، ام الانثیین، یا گوسفند سیاه ماده، گوسفند سفید ماده، کدوم را خدا حرام قرار داده؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا شاید حرام است اون چیزی که بر او مشتمل است رحم هر دو ماده. ببین هر دو ماده، چه بز باشد چه گوسفند، در شکم خودش حملی دارد. الان اون حملش یا نر یا ماده است. یعنی خدا می فرماید یا این که شاید اون حیوانی که در شکم حمل دارد او را خدا بر شما حرام قرار داده. نبئونی بعلم، از روی دلیل به من بگویید، مطالبه دلیل، ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید. خب الان بیان حموله، تا به حال بیان فرش بود. و من الابل 2 و من البقر 2، از شتر هم 2 تا، یکی نر یکی ماده. و من البقر 2، از گاو هم 2 تا، یکی نر یکی ماده. قل الذکرین حرم ام الانثیین، آیا 2 تا نر را خداوند حرام قرار داده یا 2 تا ماده را؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا اینکه مادهشون مشتمل بر چه حملی هست؟ اون حملی که ماده مشتمل بر او هست، یعنی هر چی تو شکمش هست شاید خدا حرام قرار داده. کجا خدا حرام قرار داده؟ کدوم را حرام قرار داده؟ چرا شما از سر خود یکی را حرام قرار میدید یکی را حلال قرار میدید؟ به دلیل بگویید که خداوند کدوم را حلال یا کدوم را حرام قرار داده. ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، اگر دلیل عقلی و دلیل نقلی نیست پس شهادت خودتون را پیش کنید. شما حاضر بودید زمانی که خداوند به این شما را تأکید کرد که شما محرمات را حرام بدانید، محللات را حلال بدانید، اونجا شما بودید که خدا اینها را حرام قرار داد؟ فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، الله می فرماید چه انسانی ظالمتر از اون انسانی که افترا علی الله کذبا، بر خدا افتراء دروغ میگوید. چرا؟ لیضل الناس بغیر علم، هدفش اینی که مردم را گمراه کند بغیر علم، بدون اینکه مردم چیزی بدانه، از روی جهل مردم استفاده کند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، بدون شک الله تعالی هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالم را. این نتیجه اخروی هست که الله عزوجل در آخرت
هدایت نمی کند. به چه معنی؟ به سوی بهشت راهنمایی نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، به سوی بهشت اونها را راهنمایی نمی کند. یا اینکه نتیجه دنیوی اینایی که مهر جباریت خوردن دیگه قابل هدایت نیستن. قل لا اجد فيما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه. ببینید ما در دو رکوع جلوتر خواندیم وقد فصل لكم ما حرم علیکم. خداوند محرمات را مفصلا برای شما بیان می کند. گفتیم بعضی گفتن سوره مائده، بعضی گفتن سوره نحل، ولی صحیحش اینه که در خود همین سوره بیان میشه. قل لا اجد از اینجا بیان میشوند، بیان محرمات هستند، چه چیزهایی برای شما حرامند. و همچنین اینجا منظورات غیر الله، یعنی ما اهل لغیر الله هم اینجا حرام هست. و الله تعالی می فرماید من اینها را برای شما حلال نمی بینم. قل لا اجد فيما اوحی، اعلام بفرما من نمی یابم، من نمی بینم آنچه که بسوی من وحی شده الی محرما، من حرام نمی بینم علی طاعم یطعمه، بر کسی که بخورد اونها را. طاعم کسی که آکل باشد و بخورد. حرام نمی بینم الا ان یکون میتتا، البته اینها حرام هستند، بیان محرمات. الا ان یکون میتتا، مگر میتی باشد، او دما مسفوحا، یا خون جاری باشد، او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر باشد. فانه رجس، همان این رجس هست. لحم خنزیر یا خود خنزیر، هر دو این نجس هست. او فسقا، یا کلمه ای که ذات فسق باشد، کلمه شرکیه، یعنی وقتی که بر او کلمه شرکیه گفتی، او را نذر کردی برای غیر خدا، میشه فسقا. او فسقا اهل لغیر الله به، یا کلمه فسق و کلمه شرکیه که نام زد شده، نام گذاری شده برای غیر الله آن. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، این آیه را ما قبلا خواندیم که اگر شما مجبور شدید بغیر از این که باغی باشید، یعنی از حد بگذارید، ولا عاد، بغیر از این که متجاوز باشید، از نیازتون بیشتر بخورید، فإن ربک غفور رحیم، همانا رب تو بخشاینده و مهربان است. یعنی غفور رحیم برای مضطر است، برای کسی که مجبور